سلام. توی این ویدیو میخوام روش اصولی کشیدن دایره رو بهتون یاد بدم. همونطور که توی تصویر میبینی بیشترین اجسام اطرافمون از دایره ها تشکیل شدن و ضروریه که ما بتونیم دایره رو به خوبی رسم کنیم. برای اینکه بتونیم دایره رو به خوبی بکشیم قبلش باید بدونیم که مداد رو چجوری توی دستمون حرکت بدیم. اینکه دست ما باید از آرنج حرکت کنه به این صورت دورانی شکل و به هیچ عنوان دستمون رو از مچ حرکت نمیدیم. اگه دستمون رو از مچ حرکت بدیم و بخوام یه دایره بکشیم، یه دایره کج کله میتونیم رسم کنیم و این واقعا اشتباهه. پس ما دستمون رو از آرنج حرکت میدیم و شروع به کشیدن دایره میکنیم. تمرین اول اینه که روی یک کاغذ ما دستمون رو با کشیدن دایره های مختلف گرم میکنیم. دایره های بزرگ، کوچیک، متوسط و تو اندازه های مختلف و هی دستمون رو گرم میکنیم و هی توی کاغذ از این دایره ها میکشیم. بعد از اینکه دایره های زیادی رو کشیدیم و تمرین کردیم میریم سراغ خطای مارپیچی و همینطور خطای خیلی زیادی رو تمرین میکنیم و میکشیم. این روش باعث میشه که دستمون به کشیدن دایره عادت کنه. و همینطور روی کاغذ یه عالمه خط خطی های گرد رو انجام میدیم. حالا که دستمون حسابی گرم شد دوباره مداد رو از روی کاغذ بر نمیدارم و همینطور به صورت دایره وار دایره میکشم. مداد اصلا نباید از کاغذ بلند بشه و همینطور یک سره از بالا تا پایین رو دایره میکشیم. بعد یه خط مثلثی شکل میکشم از بالا هی به همین روش، یعنی از بالا تا پایین رو به صورت دایره وار رسم میکنم و به روش‌های گوناگون این کار رو انجام میدم. خب دیگه حالا دستمون حسابی گرم شد. روش اول برای کشیدن دایره اینه که مدادمون رو باید تو حالت ایستاده بگیریم و کج نباید بگیریمش. حالا از نقطه شروع که ما دایره‌مون رو میکشیم چشممون به همون نقطه شروع وصله و مدادمون رو به اون نقطه شروع میکشیم، یعنی به دور بر دایره اصلا نگاه نمی کنیم، به اون خطایی که میکشیم نگاه نمی کنیم، فقط از نقطه شروع چشممون وصله و مدادمون رو به همون نقطه شروع وصل میکنیم. اینجوری دایره های ما کاملا گرد میشن. توی ابعاد مختلف هم میتونیم دایره های گوناگونی رو بکشیم. روش دوممون،
مداد رو به صورت دورانی روی کاغذ خیلی کمرنگ میکشیم و هی میچرخونیم. بعد یک دایره اصلیمون رو از بین اون خطوط کمرنگ پیدا میکنیم و اینکه اول مدادمون باید از کاغذ یه فاصله داشته باشه و کم کم مدادمون رو به کاغذ نزدیک میکنیم و هی روی کاغذ میچرخونیم. باید خطای ما خیلی کمرنگ باشه. بعدش اون دایره اصلیمون رو از بین این خطای کمرنگ پیدا میکنیم. این روش به نظر من خیلی روش خوب و استانداردی برای کشیدن دایره و بعد با پاکن اون خطای کمرنگمون رو پاک میکنیم. خوب نگاه کنید ببینید که من چجوری این دایره رو رسم میکنم. دستم رو از بالا هی میچرخونم، کم کم به نزدیک کاغذ میرسونم و خیلی خیلی کمرنگ اون دایره رو میکشم. زیاد سعی نکنید که دایره هاتون کاملا گرد بشه، چون صرفا ما اینجا کامپیوتر نیستیم که یک دایره کاملا بی‌نقص رو بکشیم. تا همین اندازه که همچین دایره رو بتونیم رسم کنیم واقعا خیلی عالی میشه. روش بعدیمون اینه که انگشت وسط رو روی کاغذ میذارم به عنوان نقطه مرکزی. مداد رو روی انگشت وسط میذارم، انگشت اشارم رو روی مداد میذارم و مداد من بین ایناست و با اون یکی دستم کاغذ رو به آرومی میچرخونم. اینجوری میتونم یک دایره خیلی خوب و گردو بکشم. این روش به نظر من یکی از بهترین روش ها برای کشیدن یک دایره گرد و بی‌نقصه و اصلا هم نیاز به تمرین زیادی نداره. یکی دو بار که انجامش بدید بهش مسلط میشی. دوباره توضیح میدم براتون. انگشت وسط به عنوان نقطه مرکزی دایره هست. مداد رو روی انگشت وسط میذارم، انگشت اشاره روی مداد و با اون یکی دستم کاغذ رو میچرخونم. حالا ما یک دایره خیلی خوب و گرد رو کشیدیم. خب امیدوارم که از این جلسه نهایت استفاده رو کرده باشید. این همون روش اولیمون بود که انجام دادیم. الان ما 3 تا روش برای کشیدن دایره رو یاد گرفتیم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی خداحافظ.